How close are we to another operation of Israel in Iran? You said before the meeting with Netanyahu that you are in support of Israel if the ballistic missile project. آقای رئیس جمهور، چقدر نزدیکتر به عملیات دیگری از اسرائیل در ایران هستیم؟ شما قبل از دیدار با نتانیاهو گفتید که اگر پروژه موشک بالیستیک و همچنین سلاح هسته‌ای ادامه یابد از اسرائیل حمایت میکنید. اما پس از دیدار و پس از آن چی از اطلاعات میدانید چقدر به جنگ دیگری با ایران نزدیک هستیم؟ خب نمیخواهم آن را بیان کنم، اما ایران ممکن است بد رفتار کند. تایید نشده است، اما اگر تایید شود ببینید آنها عواقبش را میدانند. میدانید عواقب بسیار قدرتمند خواهد بود. شاید قدرتمندتر از دفعه قبل، بله، و ایران باید دفعه قبل توافق میکرد. من به آنها گزینه دادم، گفتم میتوانید توافق کنید، انجامش دهید. با آنها گفتم انجامش دهید و آنها باور نکردند. حالا باور میکنند. فکر میکنید بد و منظورتان از بد چیست؟ این فقط چیزی است که ما میشنویم، اما معمولاً جایی که دود است آتش هم هست. اصطلاحش را شنیدید، اما منظورتان مربوط به قابلیت هسته‌ای است. خب نه خیر، میشنوم که هنوز هسته‌ای نیستند، اما شاید هسته‌ای هم باشند. سایت ها نابود شدند، اما آنها به سایت های دیگر نگاه میکنند. این چیزی است که شنیدم، آنها دارند نگاه میکنند. بنابراین زمان زیاد طول میکشد. آنها به جایی که بودن بر نمیگردند، اما آنها جاهای دیگر دارند که میتوانند بروند و اگر این کار را میکنند اشتباه بزرگ مرتکب میشوند. بله بفرمایید، هیچ دلیل برای انجام آن ندارند. آقای رئیس جمهور، آیا ایالات متحده در حال حاضر مایل به مشارکت در گفتگوهای دوجانبه با تهران است؟ گزارش‌های از کشورهای متعدد میشنویم که ممکن است گفتگوهایی باشد. شما حمایت میکنید؟ من بله، همین حالا متشکرم قربان. ضمناً قبل از جنگ هم بودم، من از آن حمایت میکردم. به او گفتم گفتم بیایید مذاکره کنیم و آنها باور نکردند که آنچه قرار بود اتفاق بیفتد اتفاق میافتاد. اینها شانس های خوبی نیستند. شما به مرد بسیار خاص نیاز داشتید تا واقعا کار را پیش ببرد و واقعا اسرائیل را از این مخمسه وحشتناک عبور دهد. میدانید اینها گروه های بزرگی هستند و این با مذاکره ما با ایران شروع شد. فکر می کنم احتمالاً با سلیمانی شروع شد. واقعا آنجا بود. شما امروز با آن اشاره کردید. با سلیمانی شروع شد. آدم بد کارهای بد میکرد. به بسیاری ها آسیب میزد. سربازان امریکایی و سربازان دیگر را میکشت. اما درست از همان جا شروع شد. احتمالاً نقطه شروع بود و سپس از آن نقطه به بعد. اما شما یک نخست وزیر زمان جنگ در بالاترین سطح دارید. می توانست نخست وزیران زمان جنگ دیگر باشند، اما آنها می باختند. او برنده شد و فکر می کنم مردم اسرائیل قدردان آن هستند. فکر می کنم بسیاری از مردم جهان واقعا قدردان آن هستند و به خاطر آن پیروزی ما توانستیم در خاورمیانه به صلح برسیم. اگر نوع دیگری از شخصیت داشتید، اگر آدم ضعیف داشتید یا آدم احمق داشتید و از هر دو زیاد هستند، شما موفقیت نداشتید و ممکن بود اسرائیل را نداشته باشید. از شبکه 24 نیوز هستم. آیا از سرنگونی رژیم ایران حمایت میکنید؟ چی کسی؟ رژیم ایران؟ من قرار نیست درباره سرنگونی رژیم صحبت کنم. آنها خودشان درگیر مشکلات زیاد هستند. تورم وحشتناک دارند. اقتصادشان ورشکسته است و اوضاعشان اصلا خوب نیست. میدانم مردمشان هم راضی نیستند، اما فراموش نکنید هر باری که شورش می شود یا گروهی کوچک یا بزرگ تشکیل می شود، آنها شروع به تیراندازی می کنند. میدانید آنها آدم کش هستند. من سالها این وضعیت را زیر نظر دارم. نارضایتی شدید وجود دارد. 100,000 200,000 نفر جمع می شوند، اما ناگهان مردم تیر می خورند و گروه بسیار سریع متلاشی می شود. من سالهاست این را می بینم. آنها آدم‌های بسیار بسیار بی‌رحمی هستند. آقای رئیس جمهور، می‌خواهم بدانم اگر ایران توافق نکند، آیا از حمله اسرائیل به ایران حمایت می‌کنید؟
اگر ایران همچنان روی موشک‌های بالیستیک و سلاح‌های هسته‌ای کار کند چی؟ جواب یکی بله است قطعاً و دیگر این که ما بلافاصله اقدام خواهیم کرد. Yes, absolutely. The other was, we'll do it immediately. President Trump, do you think that the PA should be involved in the day after in Gaza Strip, even in the near future? And the same question to Prime Minister Netanyahu. Do you see a real opportunity that the PA will be in Gaza? Go ahead, Bibi. جناب رئیس جمهور آیا فکر می‌کنید تشکیلات خودگردان PA باید در روز بعد در نوار غزه دخیل باشد حتی در آینده نزدیک؟ و همین سوال از نخست وزیر نتانیاهو آیا فرصت واقعی می‌بیند که تشکیلات خودگردان در غزه باشد؟ بفرمایید. فکر می‌کنم رئیس جمهور ترامپ به وضوح شرایط اصلاحات را که می‌خواهد در تشکیلات خودگردان ببیند تا آنها دخیل باشند بیان کرد و من فکر می‌کنم او بسیار واضح گفت چی می‌خواهد ببیند. نوع اصلاحات واقعی، نه فقط اصلاحات سرسری. اصلاحات واقعی، توقف حقوق برای کشتن، تغییر برنامه درسی در کتاب‌های درسیتان، باز کردن، می‌دانید جامعه متفاوت و آینده متفاوت. اگر این کار را بکنن خوب می‌دانید بگذارید. می‌دانید فکر می‌کنم واضح بود. او دستورالعمل‌های گذاشت که ضمناً در طرح ترامپ 2020 بود و آن زمان در 20 نکته گذاشته شد. Make the subject just slightly different. You wouldn't have peace in the Middle East. You wouldn't have a deal signed in the Middle East. و به خودشان بستگی دارد. این را به یاد داشته باشید. اگر ما کار را که با ایران کردیم نمی کردیم فقط برای این که موضوع را کمی تغییر دهم، شما صلح در خاورمیانه نداشتید. توافق امضا شده در خاورمیانه نداشتید. توافق نداشتید چون دیگر کشورهای عربی که مردمان عالی هستند، من آنها را خیلی خوب میشناسم. میدانم که مردم عالی هستند. نمی توانستند با صلح در خاورمیانه موافقت کنند. بنابراین قدرت و اعتبار ایران به شدت کاهش یافته است. نمیخواهم از کلمه تحقیر استفاده کنم چون میدانید آنها سعی دارند دوباره تقویت شوند. اما ما نمیتوانیم بگذاریم تقویت شوند چون اگر تقویت شوند صلح در خاورمیانه نخواهد بود. اشتباه بود. میدانید وقت عراق را نابود کردند، عراق و ایران تقریبا قدرت یکسان داشتند و 1000 سال با نامهای مختلف با هم جنگیدند و بعد کشور ما آمد و یکی از آن دو کشور یعنی عراق را منفجر کرد و ناگهان ایران تمام خاورمیانه را برای خودش داشت. اما دیگر این گونه نیست. می توانید چیزی به ما بگویید؟ چیزی درباره برنامه‌تان برای گسترش پیمان ابراهیم بگویید؟ پیمان ابراهیم عالی است. دستاورد بزرگی بود. منظورم این است که یکی از دستاوردهای بزرگ بود. گسترش خواهد یافت. کشورها همین حالا درباره گسترش آن صحبت می کنند و نسبتاً سریع گسترش خواهد یافت. بله بفرمایید. عربستان سعودی آیا هنوز روی میز است؟ آنها به طور معمول عربستان سعودی عالی است. ما رهبر بزرگی داریم، دوست من و دوست بسیاری از مردم، همچنین دشمن برخی مردم، اما آن مردم وضعشان خیلی خوب نیست. عربستان سعودی تا جایی که به من مربوط می شود بسیار خوب بوده است. آنها هر کاری را که می توانیم بخواهیم انجام دادند. عادی سازی با اسرائیل، آنها با اسرائیل عالی کنار می‌آیند، خواهند آمد و در مقطع پیمان ابراهیم را امضا خواهند کرد. Signed the Abraham Accord.